بازش کن یعنی عاشقشم متوجه میشه. من اگه بو مسئول همه بازتو بدید نفهمم. منم که عشق لوبیا، ولی اینم خیلی خوشمزه بود. روز مادر، در کنار دو تا مادر عزیز هستیم. خودمونم البته مادریم. اگه سلام دونستی شما به ما هم تبریک بگین خانم. سلام، روز زیباتون بخیر. به ویدیوی دیگه خوش اومدین. روز مادر رو به همه مامانای دوست داشتنی و مهربون خانمای گل کانالمون تبریک میگم. امیدوارم که همیشه سلامت باشین. مامانایی هم که در بین ما نیستن روحشون شاد باشه. امشب قراره که بریم خونه مامان دور هم جمع بشیم. من امروز خیلی کار دارم. خونه مادر شوهرم هم باید برم، کیک باید بپزم. الان هم میخوام برم خونه باباجی. اکرم میخواد برامون حلوا خرمایی درست کنه. من خیلی دوست دارم. اکرم عالی درستش میکنه. و اینکه یه لباسی هم داده بودم خیاطی اومدنی، اونم بگیرم. یه واریزی هم ما بین حرف زدنام داشتم. امیدوارم که از طرف عادل باشه. خلاصه که امروز همراه من باشید. امیدوارم در کنار ما به شما کلی خوش بگذره. سلام دوستای عزیز، روزتون بخیر. انشالله که روز خوبی داشته باشی. امروز به مناسبت روز مادر رو به همه مادرای سرزمینمون تبریک میگم. انشالله که به حق خانم حضرت زهرا هر آرزویی داره خداوند بهترین رو براش فراهم بکنه و به آرزوش برسه. مادرها سایه‌ش رو همیشه رو سر بچه‌هاشون باشه و بچه‌ها هم این نعمت مادر رو هیچ وقت از دست ندن، چون واقعا پدر مادر خیلی خب من نمیتونم آروم بزنم، آدم بیشتر گریه میکنه. اگه مقاقت کنم. خیلی ازتون ممنونم دوستای عزیز. ستاره به من گفت که همتون لطف داشتین، محبت داشتین، همتون تسلیت گفتین. از محبتتون خیلی ممنونم، از همدردیتون. دست همتون در نکنه. ستاره چند روز خیلی به من کمک کرد، خیلی کنارم بود. انشالله که تو خوبیات و شادیاش براش جبران بکنم، انشالله از دستم بر بیاد براش جبران کنم. دست همتون در نکنه. امروزم پنجشنبه هست برای خیرات اموات. دوست داشتم که برای همه پدر مادرایی که از دنیا رفتن و همچنین باباجی عزیزی که از دنیا رفت، مادر شوهرم، براشون یه خورده حلوا درست کنم. این حلوا رو خیلی بچه‌ها دوست داشتن که درست کرده بودم تو مراسم. یه ذره این حلوا رو بدم بیشتر درست کنم که چون مامان خیلی خوشش اومد و خیلی دوست داشت. با اینکه مامان قند داره و الان مثلا خیلی یه خورده بهتر شده به خاطر حالا رعایتی که میکنه اینا، ولی خب به هر حال بازم شیرینی دیگه دوست دارن. مثلا اونایی مخصوصا دیابتی‌ها خیلی علاقه به شیرینی دارن. چون دوست دارن به خاطر همون من گفتم که یه خورده این هم سالم‌تره، هم خودم درست میدونم که چی هست. به هر حال بازم اینو یه مقدار درست کنم براش بدم که هر وقت یه زمانی هوس شیرینی میکنه حداقل یه دونه بذاره دهنش که دیگه دنبال شیرینی‌های بیرون اینا نره. به خاطر همون این حلوا رو فکر کنم قبلا هم ما آموزش دادیم. برای حلوایی که وسطش خرما هست هم آرد نخودچی میخوایم، آرد گندم میخوایم. آرد گندم من هول و هوش 45 دقیقه با شعله خیلی کم تفت میدم. آرد نخودچی رو نیم ساعت تفت میدم با شعله خیلی کم. چون صداجا امروز میخواست بیاد و کلی هم که کار داره، من بیشتر اینا رو همه رو آماده کردم. گفتم فقط اومد که من براتون طرز درست کردنش رو همون لحظه براتون بگیرم. شاید بازم دوست داشته باشین که برای خودتون اصلا یه حلوای خیلی سالمی هست که خیلی راحت میتونید همیشه با چای مصرف بکنین و هیچ هم مفیده چون توش خرما داره. خرما رو پوست گرفتم، دونه کردم، بهش یه خورده کره، پودر هل، گردو اضافه میکنم، یه ذره تفت میدم قشنگ با دارچین تفت میدم، بعد لای این حلوا میذارم. الان درست میکنیم که برای شما ببینید. دوستای عزیز همه رو آماده کردیم. خرما، گردو، هل و تفت دادیم با کره، اینا هم که همه آماده. الان میخوایم اینا با هم دیگه مخلوط بکنیم که حلوامون رو درست کنیم. برای هر پیمانه، حالا خودتون میخواین یه زمانی درست کنین، هر یه پیمانه آرد نخودچی یه پیمانه گندم میزنین، یه پیمانه پودر قند میزنین. این پیمانشه. حالا میخواین اینو بیشتر بکنین کمتر، میتونین به کیلو حساب بکنین یا به پیمانه حساب بکنین.
برای اینکه با هم خوب قاطی بشه اذیتتون نکنه یکی از این بزنی یکی از این. هم قبل سرخ کردن آردتون رو علک کنین هم بعد سرخ کردن آردتون رو علک کنین. دیگه اونایی که نمیخوان زیاد شیرین بخورن میتونن عیار پودر قند رو یه نصف لیوان کمتر بریزن، چون که خرما هم داره شیرینه میتونن بازم از شیرینیش کم بکنن. ولی کسایی که شیرین دوست دارن باید به عیار همون یه لیوان آرد نخودچی، یه لیوان گندم، پودر قند هم همون میزان بریزن. 2 تا آردا با پودر قند با هم قاطی کردیم، مغز هلش رو ریختم اضافه کردم. مغز هل سلیقه‌ایه و کسی عطر مثلا بیشتری رو دوست داره میتونه بیشتر استفاده بکنه. بعد برای الان حل گرفتن این کره میخوایم با روغن جامد. اگه بودجه‌شو دارین الان با این اوضاع گرانی میتونین همه رو کره بریزین، ولی اگر نه که میتونین هم کره یه مقدارشو کره بریزین، یه مقدارش هم روغن جامد رو بذارین روی شعله خیلی ملایم آب بشه، بعد ازش استفاده بکنین. من اول کره هرچی هست میریزم، هر چقدر بعد از اون نیاز بود و بهش روغن جامد، روغن مایع نه، روغن مایع شل میشه، روغن جامد. به 45 دقیقه تا 1 ساعت هم شده که آرد قشنگ تف میدم. این دیگه ماندگاری داره، حتی اگه 1 ماه هم بذارین 2 ماه هم بذارین چون آرد قشنگ سرخ شده میمونه، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد اصلا. کره رو که اضافه کردین بعد که روغن رو میخواین اضافه کنین روغن کم کم اضافه کنین که این ببنده. اگه یهو بریزین یا شل میشه یا دیگه برای اون کاری باید آرد جدا داشته باشین که بتونین اون رو دوباره به عمل بیارین. کم کم روغن بهش اضافه میکنین تا زمانی که همدیگه رو ببنده، ما بتونیم که بعدن ریختیم به هم بچسبه. وقتی که حل گرفتین قشنگ باید به این غلظت برسه که دستتون اینجوری میکنین، ببینید این علامت دستتون روش بمونه یا حالت روغنیش ببینید. اینو 2 قسمت میکنین، اینجا قشنگ گردش کنین، بعد 2 قسمتش کنین، یه قسمت زیر یه قسمت هم که 2 قسمت. یه قسمت رو میذارین کنار، یه قسمت دیگر قشنگ توی سینی پهن میکنین، نازک پهن کنین چون بعدن که اون یکی هم میاد روش بعد خیلی کلوف میشه. قشنگ نازک پهن کنین. قشنگ صاف کردیم نازک، همین حالت که ببینین چقدر باید نازک بشه که چون 2 تا لایه روش میاد بعد حلواتون چیز کلوف نشه. بعد برای ریختن این همون نیازی که سعی بکنین با دست بازم بریزین یا با چنگال پخشش کنین. با چنگال هم خیلی راحت پخش میشه ولی باید خیلی اینو چون اون زیری رو بلند میکنه باید خیلی با ملایمت یه مقداری بزنین، بعد با قاشق بازم یا با چنگال روش آروم بکشین که اینجوری پخش بشه به همه جا قشنگ میماله. بعد لایه بعدی رو روش میاریم، خوب در میمد ولی بازم باید با دست. این از این که خرما رو قشنگ مالیدیم، خلاص با آش آخرش یه ذره صاف کردیم، قشنگ یک دست کردیم روش. الان میخوایم دور بعدی رو خمیر دور بعدی روش بذاریم. حالا برای این دور بعدی ببینیم باید با دستتون خورد خورد اول اینجوری پخش بکنین همه جا، چون اونجوری نمیمونه، اینجوری پخش بکنین بعد اونو با دستتون دوباره روش قشنگ بزنین که این بچسبه. این حالت همه جا قشنگ پخش کنین اول بعد بزنین اون دیگه برای خوش هم بچسبه. بعد با دست همه با هم باشه یک دست میشه.
در دارچین میپاشیم. این مزهش به این دارچینشه. بگم داخلش هم دارچین زدی؟ توی خرما. بعد با دستتو اینجوری بکنی این برخاش تر میفته. اینو میذارین یه به اندازه نیم ساعت خودشو ببنده قشنگ، بعد برش بزنین که اون روغن جامد ببنده، کره ببنده قشنگ، بعد برش بزنین. این حلوا بچه ها من دیر رسیدم. عادل زودتر از من اومده خونه، برم برنج بذارم، سیب زمینی سرخ کنم. حالا شانس آوردم از دیشب من خورشتم آماده کردم. نهار قیمه داریم. خوش شدم دیر اومده. درود بچه ها، هر جا که هستید شاد و خوش و خورم باشید. روز مادر رو به همه مادرای کانال تبریک میگم، به همه خانمای پیج تبریک میگم. هر جا که هستید سلامت باشید. دستتون در نکنه آقایی، شرمندم یه کارو کردی. کوچولویی هم صبح به ستار دادم. صبح نبود ظهر بودیم حالا ساعت من داشتم حرف میزنم یه واریزی. من خدا کنه که عادل باشه. عادل بود بچه ها. حالا چیزی مبلغ ناچیز بود، چیزی زیادی نبود. خودش حالا سال دیگه جبران قربونت نه برم. حالا طلا دوست داره ولی اونقدر حضورت مهمه. قربونت برم عزیز دلم. علکی داره میگه. نه فدا به همین که هستی، سایت بالا سر منه، همین که سالمی، سلامتی. سالم سلامت دارش نیست. بله همین که هستی، حضورت و عزیزم من با ارزشه. ولی خب واقعا کدوم خانومی که خوشحال نشه از هدیه، اصلا بی مناسبت، حالا روز زن کار ندارم ولی بی مناسبت کیه که خوشحال نشه؟ حالا من یه ذره قناعت داشتم پیشه میکردم، 2 تا کاپشن داشتم که یه ذره بلند بود دیگه نمیپوشیدم، بردم اونو خیاطی دادم، امروز درستش کردم، رفتم گرفتم. حالا با این پولی که عادل داده اگر بتونم یه آگی که دلم میخواد بخرم، با هدیه تو اونو میگیرم. خیلی هدیه روزم بود خیلی گروشی که میگرفتم، شکن نداریم، من با دست میشکولم. خیلی دیر شد. عادلم گفتش که بعد از ظهر باید بره روغن ماشین رو عوض کنه، دیر میاد. اگر شد قبل از اینکه خونه مامانینا بریم یه سر خونه مادر شوهرم میریم، حالا کیک هم درست میکنه. آفرین پسر خوب. عادل قبل از اینکه بیاد خونه همیشه یه سر اول میره خونه خودشون، یه سرگوش آب میده، خانواده‌اش رو میبینه، اگه چیزی باشه میخوره، توک توک میزنه بعد میاد. چه خبر؟ چه هوا؟ هیچ اما سر کار بودیم، رفتیم باج و بار بودیم، برمیگشتیم علی آقا زنده گفت بیا اینجا پیش من سامان نیست. چرا؟ سامان باشی اون بابا سامان تصادف کرده. شوخی میکنی واقعا؟ من با هر دوتا دوست دارم، من شد دلتون نخواد عجب قیمه شده. عادل با چرخ کرده بیشتر دوست داره قیمه رو، ولی خب یه وقتا اینجوری هم درست میکنم. سیب زمینی هم سرخ شد. من میگم هر دوتا رو دوست دارم. نهارمون رو خوردیم، بریم سر وقت کیک. اول میخوام کیک هویج گردو رو درست کنم برای خونه مادر شوهرم، بعدش هم شکلاتی باید درست کنم. همزن دستی جدیدم رو افتتاح کردم، ولی فکر نکنم اینم خیلی بخواد برام بمونه، چون این قسمتش خیلی بلنده به نسبت همزنهای قبلی. وقتی هم میزنی مواد غلیظ باشه ببینید خیلی تکون میخوره، از اینجا دوباره کنده میشه. ولی خب دیگه کارش نمیشه کرد. امروز همین فقط داشتم. این دیگه آماده است. بذارم بیرون که یکم خنک بشه، بعد دیگه سس شکلاتیشو بزنم و مواد خیسشو. کیک شکلاتی هم آماده شد، فقط چون از این ظرفای در بسته ندارم میخوام بذارم داخل فر بمونه که هوا نخوره خشک بشه. کیک هویج گردومم حاضره، الان دیگه با خیال راحت میتونم برم خرید.
باورتون میشه کلی گشتم تا بخوام 2 تا جوراب حالت حوله‌ای برای مامان پیدا کنم چون خیلی حساسه رو جوراب. یه لگم برای خودم گرفتم، دارم میچرخم برای مهدی هم خرید کنم چون تولدش هفته پیش بود دیگه نشد که تولد بگیرن، گفتیم کادوشو امشب بدیم. این مغازه چیز میزاش خیلی قشنگه، این مغازه وسایلاش خیلی قشنگه، از این خیلی خوشم اومد. بعد مدت ها اومدم سر میدان منتظر ماشین، تاکسی هم رد نمیشه. شد با پام خورد به پل داغون شد ما خودم ندیم هم منتظرم. چند نونه خوش داریم ما. مبارک. نه این واسه من. آره بس. شما هم نبینیم نه. این برای این چرا اینجاه؟ وقتی ما همه چی رو بچه‌ها سکرت می‌خوایم انجام بدیم بعد زنه رو از اتاق خونه انداختیم بیراخه چه چیزا رو خیلی مخفی اینجا این تو جوغا کردن. حالا مادرم بیاد باز کنه که مثلا شادی شه، ولی مادرم خوش فهمیده الان یه سری چیزا رو اینا اینجا دارن قایم می‌کنن. تو خدا این ذره جعبه‌ش چیزا خوبه. می‌خوام من بشینم روش؟ نه میری تو. بابا این میذارم کاغذ کنم. حالا من دلم بخواد کار باز کنم بخور. خب بیا برش همینجوری خوب. خب الان دیگه بخواید سفره بذاری؟ آره گودی چطوری؟ بچه سلام علیکم بچه‌ها. سلام بچه‌ها، روزتون بخیر باشه. ما گفتم تولد روز مادر در کنار 2 تا مادر عزیز هستیم. خودمونم البته مادریم، اگه صلاح دونستی شما به ما هم تبریک بگین خانم. اینا هم تبریک گفتن. بعد اینکه ما الان می‌خوایم سفره بذاریم، اینا رو همه رو ویشتای خانم، اصلا دیگه اینا رو ویشتای، فقط ستاره نمی‌دونی چجوری اونش رقصی میکنه از گشنگی زیاد. چه شامی چه عطروی دلتون نخواد؟ آره گفتم کادو واسه همون میشینه. آره همه مال تو، یه قسمتی فقط واسه من. آره دست شما در نکنه، زحمت کشیدی. ما اول فکر کردم امیر، شما دیر کردیم، گفتم امیر داره میاد، شما منو گل زدین، شما منو گل گل بچه‌ها گل زدیم. امیر که حالا بعدا میاد یه ماه دیگه. بچه جون خال اکرم در قدیم الایام چون میدونست من دلبه دوست ندارم خیلی به این علاقه من احترام گذاشت و یک روز خیلی ریز رنده کرد و اونو ریخت. بعد من که متوجه نشدم خیلی اینجوری با حالت زیرکانه از من پرسید که آیا فهمیدی توش دلمه بود؟ گفتم که اگه ریخته بودی آره. این سری قبل از خوردن بهش گفتم خاله دلمه توش ریختی یا نریختی؟ چی کار داری؟ بخور ببین توش ریختم یا نریختم. همینقدر صادقانه ما داریم پیش میریم. سلام خوشگله، من امیدوارم روز خوبی داشته باشید، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. آخه خواهرم چه لاکی زده، آخه چه لاکی زده، استعداد پنهان. ولی بچه‌ها من تصمیم گرفتم که فعلا هیچ لاکی به ناخونم ندارم. من یک ناخونا تمیزه، ناخونای من دیگه موج مکزیکی داره من میره. ناخونای خودم و بچه‌ها جون فقط لاک زدم. دیگه اصلا دیگه برنامه اینه فقط لاک بزن. فعلا زمستونیه، الان از بین رفته باید جدید کنم. خیلی خوشگله. باشه حالا من داشته همش ایراد کنم، همش تو حاشیه. من میگم اینا میگه انگشت نشون. حالا من اینجور بچه‌ام جون بچه خودم آمادگم، 3 روز غذا نخوردم. معلومه ولی وقت من دارم میخورم. این نون با بزرگی هست که پدر سالار و موقع پدر سالار می نشدن سر سفره پدر خانواده و نون این الان نمادی از همون پدر سالاره که دور بچه ها منم که عشق لوبیا، ولی اینم خیلی خوشمزه بود. امروز چه روزیه؟ روز زن، روز مادر.
خب تبریک بگو به تمام تبریک بگی خانم‌های سرزمین ایران و جهان. چی بگم من الان میدم عزیزم روز زن به تمام مردم خانم‌های ایران بگم به همه مردا تبریک بگیم. خاطر تبریک بگو خانم‌های عزیز، مردم سرزمینم، خانم‌های با ارزش، دست شما در نمون. تو بگو دیدی بگو میگه مترجم. مگه خودش داره خارجی هم نم. بچه‌ها این ماشاءالله رو بگو من بگویم. تبریک از کنم روز زن روز مادر سالهای زیادی بچه‌های زیادی زحمت کشیدی، آوردی، تبریک کردی، تحویل جامعه دادی. خانم دست شما در نکنه. سایت بالای سر من باشه. خداشون سلامت بداری. غذا درست کردی، لباس شستی. ولی خیلی بشاش سلام دوستای گل ستاره، حال شما خوب است؟ انشالله که همیشه به خوبی خوشی، تن سالم، دل خوش. روز زن شما مبارک به، روز مادر شما مبارک به. انشالله همه سالم باشید، تن سالم، دل خوش. چی در جهان چی در ایران، هر مادری هر زنی خوشبخت عالم باشه. الهی آمین. حالا به کادوهاتو باز کن. این از طرف همه بچه‌ها، من اکرم جون و سیمین و رازی جون و علی. حالا بازش کن. حالا به خود زحمت کشیدید ولی ما خوشحالیم از زحمتتون. خیلی خوشحاله که زحمت کشیدید. خانم فاطمی ضرری میمیره خلاص. اولا برکت رو دیدی. اولی این نامه بخون او مچی پشگی کی بخونه؟ مچی ایمانی بی مچی نمان همه درمه. امیر علی مادر جون روز زنت مبارک. روزت هم مبارک. روزت آفرین ببین من بلدیم آفرین خدا چی بداره نقاشی خوشگل کشید. ببین امیرعلی من دستش در نکنه دست میمون آفرین خدا بداره اینا بیمیرم میزاکره هم سیمی یه شعر براش سروده. امیرعلی بیدندون افتاد تو قندون. امیرعلی بیدندون افتاد تو قندون. خب بیسکویت رژیمی. این خیلی به بچه‌ها نگاه به کنید. سلامتی. اول شنو. چیه شغل بیسکویت رژیمی. کاکائوی بدون قند دوستان. آخه من بدون چیز قند. بیسکویت زیاد دوست ندارم. خب دست در نکنم نخوردم ولی من ننم میدونی چون خوشه انا کیک کرده. ماما اندهش رو دست در نکنم پاپیده. خیرات بده میبینی یه چیز دارم بخریم میگه خوشم نمیاد. بعدی یک عدد سرکه سیب افتخاره. قراره یک سال مری سرکی سیب ببره بعدن تو برد زمین میان جا بده. من نگاه میکنم خیلی دوتا مری سرکی بود نه کی بود تیشنه تیشی ایته خاله بعد مرا کادو بده من نخوایم. دست در نکنم آب زرش. عالی یا پول چی خواهد اونا آخره. حالا پول آخر هدای هیجان انگیز. بیا بیا بازش کن. بیا بازش کن. خدا رازی جان من بشم سامانسر عروس و گل من همه هدیهاش داستانی داره. سامانسر وای او شیشه را نگاه بکنم بیدم من گوش نمیروه بیدم اب پیرشکی این قدی میکنم دیگه ما هم شما را خواب میگیفتی حمید وای من بو انا بگو رمانه کنم یه سناری رو زنگ بزنم ها تر نوشیجان باش تر نوشیجان باش اب پراوانه نه دست در نکن چه هیچی داد به کادوهای ما فراوان. یعنی با خاص یکسان کرد ما رو. بچه این پیرشکی خدایی یک هفته پیش ما میخواست عوض کرده. چون که زن داره ما براش نمیخریم. بچه اگه بهمون میگو ما یه خابر میخریم وای چقدر جنتلمن. انکه من دیلی من بازش کن. یعنی عاشقش هم متوجه میشه. من اگه بو مسئول همه بازه تو بدیم نفهمم. دیگه باز نمیکنم باز کن بلش کن محمد جان بگید محمد عالی هر چیز دیگه هر کسی این آبوشو بعدی. بعدی ما خودکلینی
نیست سوچ کن من دوست دارم بریم دارم. نه شامپوه آفرین چه سریع حدس میزنه. خیلی ها. چطور از وقت این بازی ها واقعا احتیاج داشتم دستش دست همه گره همه یه طرف همه گو خدا ما عشانی سلامتی قمیز دکن سالم و خوب و خوشبخت و خدا باشین این هم هدیه قشنگیه خدا بداره هر کسی حالا اگه نه دوباره یه چیزی نه بازش. آقا بادر بودی نمیگی انگار لپ لپه نه همه رو حدس داد اون یکی اونو حدس که اون گنج دیوید بودی تگام ندن منم انقدر بد کارت کادو میگیرن. این مادر کلاس پارش خواهد کن. من نتونست. نه بودی دیوان دمنوشه دمنوش مال دمنوش خواه دست دنو حمید آقا ببخشید مری صدر قبلا فکر تو و حمید آقا نی درم مری باش کنه الان صدر خانم دوباره بهشون مری فکر ما کی بگیم وای خدا. یعنی اینا فیلم بچه‌ها فیلمه. دیوانه نه در چگون یا نشون خب باشه بشین خب باش خیلی خوشگله دست دنو آقا هم ما دیده بودیم من عمرم من گویم از نظر خیلی خوبیسته، هم از نظر رفتار، هم از نظر کردار، هم از نظر خیلی خوشگله. کشیدی حالا کشیدی کم کشیدی نداشت به خدا دیگه سلام. نه چرا بیلان ندادی کنار دل حالا کریسمس بگو، حالا کریسمس. مبلغ 3 میلیون وجه رایج مملکت با بقیه کادات از طرف ما. باشه دیگه. یعنی این چیزه این قصه تو این پول چری نه و ادامه مامان امی ادامه کادوان یه مقدارشو پول طرف دادیم. ان 3 میلیون بود اون کادوهایی که طرف آخه چرا زحمت بکشه خدا نخواست باشه بده. خب بده. اینم ناقابل از طرف من و سیمین و اکرم برای مادر. مادر باز شود دیده شود بلکه پسندیده شود یکم کنار که تو دوربین بیافته همین آقا ایتون ماچی بودن مچه نخوایم نه من ایگو بودم اما خودم بذار خودش میگه به شماره. 300 400 500 600 700 800 من یک آفرین ما دیگه کادویی دیگه آره کادو. جگا قربان جگا قربان من باز کن به خود من کنجکاوم من شده هیجان دارم پارش کن بدر بازشو میکشه. خیلی خوشگله. ورزشی مبارکت باشه امین علی. مبارک ورزشی دست در نکنه آفرین آفرین ماما انا باز باز کن کری میمیرم خیلی با معرفت امیرعلی. مردی به اصلا جبی ما حدس نمیزنه فقط. حدس بزن. بکشی. دستتون درد برم به سلام. مبارک مبارک واقعا پول داشتیم بچه ها واسه کادو ها میکردیم گوشی هر چی دست در نکنه دست در نکنه اما خیلی ستش خیلی بالا کم چیزی خمونی پویم خیلی تقصیر من خیلی بد از کادو گرفت. راستی ستاره یعنی واقعا تو چه چالشی برای اینا به ارمغان اسپری چی بگونه؟ میام بعدم بدت میاد وقتی مادر جون نبود مثلا خوره خودتون بزن خب باش این چیه؟ ولی فرسون دشمنه تو من
اما دست دو مادری وقتی میگه خودش داره اقدام میکنه. تو کادوهاتو باز کردی انگار برای کادوهای مهدی بیشتر هرزان بدن. خیلی آدم من موضوع با خودت تو هم سعی همه رو کادو نه بده. خیلی دست در نکنه باشه چیز خطاطی میکنن. خیلی قشنگه. دست در نکنه دختر خدا بداری الهی به مناسبت روز مادر دست مادرم رو میخواهم ببوسم. من برای تو بمیرم دخترم فدای شدش. پاتو بیا. ندی نمی به زیر پای مادرم ها. قربونت ناغله بجا بنا کنن نوا سلام بچه‌ها جون، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا هستین خوب و خوش باشین. امروز که روز مادر بود، روز مادر، روز زن، به همه بانوان سرزمینم تبریک میگم. بعد اینکه ما دوست داشتیم هفته گذشته تولد مهدی جون بود، براش یه تولد بگیریم، ولی خب با چی بگم نبودن باباجی یه غم تو دل هممون بود. شاید الان داریم میخندیم ولی مطمئنا اکرم جون خودش میدونه ما هممون ناراحتیم و دوست داشتیم یه تولد یه دوره همی بگیریم برای مهدی که نشد. و دیگه اما گفتن که ما چون دوست داریم مهدی زودتر حالا نزدیک به تولدش باشه خوشحالش کنیم، براش امروز کادوها رو بگیریم. و من گفته بودم مثلا یه مهمونی میگیرم برای مثلا ماه بعد و اینا، نشد. یه امروز دوره هم جمع شده بودیم اما دوست داشتن مهدی رو خوشحال کنن، دستشون هم درد نکنه. واقعا خیلی کادوهاتون خوشگل بود. امیدوارم خیر بچه‌هاشون رو ببینن. عاقبت به خیری بچه‌هاتون رو ببینن. داشتم داره ویدیو میگیره. ولی خلاصه مامان بچه‌ها یادتون باشه که بیسکویت و نرم دوست داره دیگه. واسه مناسبت ها بیسکویت سفت براش نیاد. آخه نون خوش قشنگ همیشه میخوره. قشنگ هر چیزی که خوشش نیومد گفت اینو من دوست نداره. هر کدوم که خوب بود میگه این خوبه. بچه‌های عزیز من حالم خیلی بود فشارم خیلی بالا بود. محمد جان روز سوم و شبم باباجی برای من برای من دکتر آورد. خدا را شد دست هم دکتر سبوک بود. هم یه داروهای الان یه پلاستیک پر محمد جان برای من دارو آورد. من باید اینا رو بخورم انشالله. که بعد یه سیدی بود برای اون نظر کردم. اون هر سال سفره اول فصل میذاره. من نظر کردم اونجا اول فصلی انشالله که دیگه حال من خوبه. انشالله. خیلی بلایی. خاله اون موضوع چرا اونجوری بود؟ راحت آدم باید راحت باشه خاله. مثلا این چی حالا مثلا من بذارم توی دیس، بذارم توی ظرف پیرکس شیشه، همین میخوایم برداریم بخوریم بریزین دیگه خاله. اینجوری خاکی باش، راحت‌تر میخوری، راحت‌تر دیگه خیلی خاکیه. خدا خیلی عالیه. پذیرایی از نوع چیزه. اینو خواهرم درست کرد. واقعا بچه‌ها محشر بی‌نظیره. لاک کی بخوره خاله، اصلا لاک زینب آدمو کور میکنه. مامان واقعا انگار این گوشی مامان انگار واقعا این گوشی دیگه. همین موقع دل فجرمه. تری مبارک بیا کسر. تری مبارک بیا. انشالله دانش. نحوه خندیدن یک جوک را نمایش دهید. از اصلا خنده‌دار نبود تا فوق‌العاده خنده‌دار بود. خب حالا دقت کنید که ما چجوری اجرا می‌کنیم. خب یه دقیقه وایسا. نخندین وایسا. عدد نسبت به عدد. وایسا نسبت به عدد. بد خندین اینطوری. دقت کنین ببین عدد خیلی زیاده به نسبت همون اجرا کن. زیاد بخندین بریم بعدی. حالا من نسبت عدد. شما آقاده مامان امه سیمین بابا همین
بابا رو خیلی خوب بود درست کن. منم که آفرین درسته. سیمی آفرین درست کن. درست کن. آفرین. نیاز دارید به دستشویی بروید. خب یا علی از شدیدترین حالت تا کمترین حالت. از یه لحظه یه دل تمام. سری چه بود؟ خیلی کرم خدا جدی خدا اینو کرم اجر نرم بیا دیگه بابا. پشت در دستشویی کرده. راضیه. نه اول بابا بعد سیمین بعد راضیه بعد مهدی بعد تو. خیلی بیشتر عجله داشت احساس میکنم. ببین خدای خیلی خوب بیشتر داشت. اشتباه گفتی. همسایه مزاحم بار دیگر خودروی خود را جلوی درب پارکینگ شما پارک کرده. خب این بار برای ادب کردن او تصمیم میگیرید بلای سر خودروی او بیاورید. چه میکنید؟ از کمترین خسارت تا بیشترین خسارت. میرم ماشینشو میشورم. میشوری؟ دو چرخ جلو لاستیکاشو میتر کنه. با آتیش اونم میسوزونم. خیلی قشنگه. من 3 تا چرخشو همسر میکنم. خادیه. مگم گوش بیرون ها بده بشه. بدش 2 تا لغت میزنم میرم. خب مهدی، عادل، راضیه، سیمی. بریم. سیمی عادل. این گفت 3 تا چرخشو آره. من گفتم 2 تا چرخشو میتر کنم. منم فکر کردم خیلی متوجه خوندنه میشی. ولی آخرش آخرشو فرقه این 3 تا چرخشو چیز این کرد. یه دونه رو که من 3 2 تا تا گفتم. من اول حقیقتا فکر کردم راضیه بعدم فکر کردم که تو میتر کنی. خوش فرق کنه. من 2 خودم- تا من جلو به 3 آخه تو تا. میتر کنی دیگه قابل استفاده خودش این نیست. 3 تا رو میکنه دیگه. قابل استفاده تر نیست. من از وقتی که اومدم خونه مشغول جمع کردن وسایلام شدم. فردا قراره که با دوستامون از صبح زود بریم بیرون. الانم ساعت 3:20 شبه. یه چند ساعتی فقط میتونم چشامو ببندم. مرسی که امروز همراه من بودید. امیدوارم که دیدن ویدیو لذت برده باشید. یادتون نره برای حمایت حتما ویدیو رو لایک کنید. منم به دوستاتون معرفی کنید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون.